آمده 420 افغانی. از کدام مکان داریم؟ مکان دیگه خرید فروش کردیم. الکتریک بلب اون قسم تمام اکسپنس خود از این طریق ما میکنیم منیج بکنیم. انشالله که واسطه استفاده کنیم. خیلی خوبی های دیگه هم داره. اگر خواستیم راپور دهی شه یا لستش که چقدر مصارف شده چی شده، اینجا پی دی اف هم میتونیم سیو بگیریم، اکسل هم میتونیم، اس وی جی هم میتونیم یا مستقیم پرینتش هم میکنیم. از این طریق قسمت کوتیشن که کوتیشن از قابل ذکر است که این سافتویر نه تنها که ما خود دکاندار یا خود کسی که سافتویر استفاده میکنه استفاده کرده میتونه، بلکه حتی میتونه که برای کستمر خود هم یک یوزر برش ایجاد بکنه. یعنی کستمر یک یوزر خود میگیره، تمام جنسایی که ضرورت می داشته باش آنلاین سفارش میتاده، تو برای خودت که کوتیشن می لیستا می پیشت تو میگینی که نی مشتری ریگولر است، ما برای ما یک چیز داده، کوتیشن ما را داده یا که لیست برای ما داده، نموره ما قبول میکنم. یکی خودت کوتیشن میدی، یکی هم خود مشتری. هر اون چیزی را که مستقیم بس خودت بخواه یا از خود می دکاندار بخواه، از طریق آنلاین خود سفارش میده، سفارش خود درج میکنه، باز پیش ادمین میاد. قسمت بعدیش که است قسمت ترانسفر است، ترانسفر منی است. مثلا اینجا ترانسفر داریم ما که از ببخشید ترانسفر همی جنسای خود است. مثلا از کدام جنس اینی تاریخش است، تاریخش گرفتیم از ویرهاوز آوردیم با از ویرهاوز 2 آوردیم با ویرهاوز 3 یا برانچ ما برانچ کابل چیز تکمیل شده، پندینگ است یا سند شده. مثلا یا از ویرهاوز 2 کسی سند میکنه، اینجا برای خود یک راپور میده که اینه روان کنیم. چی روان میکنیم؟ رایس روان میکنیم. رایس روان کنیم. چقدر روان کردیم؟ 10 بوجی روان کردیم. چی کردیم؟ 10 دیگه. شیپمنت کاست داشت نوشته میکنیم، اگر نداشت نپال داشته باشه اتچمنت میتیم، کلونیتس داشته باشه نتیس انجام میتیم، ما سابمیتش میکنیم. قسمت بعدیش که از ریتورن است. اگر کدام سل ریتورن داشتیم ما ریتورن میتیمشه، اگر یا که پرچیز ریتورن داشتیم هم پرچیز ریتورن میت، سلز باشه یا چیز باشه از اینجا ریتورنش میکنم. قسمت بعدیش که است قسمت اکاونتینگش است. اکاونتینگ مثلا اکاونت های خود باز میکنیم. اینجا ما فعلا 3 اکاونت داریم که هر کدامش یوزیج مختلف داره. مثلا سلز اکاونت است یا که بانک اکاونت است، هر کدامش که بخوایی استفاده میشه. از اینجا یکی را بعد دیگه یعنی خرید و فروشات را که انجام میدیم از اون اکاونت مستقیم فروش شده و یا هم میتونیم ادیتش بکنیم. اد اکاونت اگر خواستم از این طریق هم میتونیم یک اکاونت جدید استفاده کنیم، اگر نکنیم باز. قسمت بعدیش که است منی ترانسفر است. منی ترانسفر مثلا از یک اکاونت میخوایم به دیگه اکاونت ترانسفر کنیم. ترانسفر میزنیم از کدام اکاونت؟ از اکاونت سرویس میزنیم در بانک روان میکنیم. زبر بانک چقدر روان میکنیم؟ 10,000 یا 1,000 چقدر سابمیت کنیم روان شد. تمام دیتیلزش اینجا باشه، باز بگیم تا میکنیم. بالانس شیتش چقدر است، اکاونت استیتمنتش کدام است، از کدام اکاونت میخوایی یا که تاریخش انتخاب میکنی، از 90 روز گذشته رو میخوایی اگر راپور بدهی کنی، کلش در خودت مکمل واضح نشون میده. قسمت دیگهش که از اچ آر ام است. اچ آر ام است مو دیپارتمنت است که مثلا کدام دیپارتمنت است، دیپارتمنت اضافه میکنی و کدام اشخاص. مثلا دیپارتمنت سوپرمارکت میزنیم، سوپرمارکت سابمیت کردیم. سوپرمارکت تا که میریم امپلایشن خواب میکنیم که در اینجا کدام امپلای است. مثلا ند میکنیم اد امپلای، نامش چیست؟ نامش احمد است. عکسش گروی عکسش اضافه میکنیم، اگر نبوده هم عکس انتخاب کنیم بزنیم، بر از یوزر نیم میتیم یا نمیتیم. همین امپلایر که مثلا اینجا میکنیم، اینجا 3 نوع امپلای داریم. مثلا سلس است، ای سوپرمارکت اگر نه ایجاد کنیم سوپرمارکت است، دیپارتمنتش و ایمیل آدرسش، شماره تماسش، آدرسش، کلانکشویش، البته ای به خاطر که مشخص باشه. اد یوزر اگر یوزر را بخوایم که برش یوزر را پاسورد هم بدیم اد میگیم، اشی یوزرش میدیم پاسوردش اینجا هم برش مشخص میسازیم کی چی کاره است و بخش رولاک است. اونجا با میریم به قسمت بعدیش که هستم و تمام صلاحیت ها و چیزاش هم نشان میدیم که کی است و چی صلاحیت ها داره.
ما مثلا ایره استاف است یا کاستومر است یا ادمین است. اگر ادمین بود هم ادمین انتخاب میکنیم، اگر استاف بود استاف، اگر استاف که بود و در ضمن استاف که بود در کدام ویرهاوس استاف است، ویرهاوس اول، دو یا نمایندگی دوم، یا بلر است کدام بلر است، بلرش دیست درست است. یا هم کاستومر میگنیم، کاستومر که بگیریم میاد در کدام که ویرهاوس مایی جنس خود میشه میگیره. خب یه همه تغییرات که را خواستیم میره چی میکنیم؟ سابمیت میکنیم. خب اینجا ایمیل آدرس لازم است، فون نمبر، ادرس چیزش اپشنال است، اینجا اپشنال میمونه. خب اینجا نمیخوایم یوزر بدیم، اگر یوزر بخوایم بدیم باز یوزرش هم اضافه میگیم. یوزر نمیخوایم بدیم میشه اینجا دیگه میگشیم سابمیتش میکنیم. ایمپلای ما اضافه شد. از بدم نامش چیست، ایمیل آدرسش، شماره تلفنش، در کدام دیپارتمنت است، آدرسش. اگر خواستیم از طریق دیلیتش هم میتونیم. قسمت پایینش که سردن شیت است که مثلا کی چقدر روز آمده یا چقدر نامده. اینجا یک اتندنس میتین برای کی؟ برای احمد. کدام تاریخ؟ اینی تاریخ تا اینی تاریخ است. چک روزانه چوار نه 10 بجه میه یا که عموما تنگ کاری افغانستان که است 8 بجه است، 8 AM. وقت رفتنش چند بجه است؟ 4 بجه است. 4 بجه برش اضافه میکنی. کدام میتس اگر باشه اضافه میکنی، نباشه نه. چی بکنی؟ اضافه شد. همین قسم پیرولش هست که مثلا چقدر کی گرفته یا چقدر معاشش هست، مثلا اضافه میکنی یک پیرول با کدام تاریخ، اینی تاریخ، با کدام امپلای، با احمد، از کدام اکانت پیسیش میتیم، پیسیش از اکانت سل میتیم که قدر میتیم، این قدر معاش هست یا 6000 معاش هست. معاش میگی چی داریم؟ کار داریم، کار داریم توش میگیم میشن کدام نوتم که اگر بود نوت وطن میکنم چی میکنم؟ سابمیتش میکنم. این احمد سل ساده اکانت سل 6000 روپا کش داره شد. خب هولیدی شهر میگنیم که کی کدام روزا هولیدی دارم یا که کی را برای کدام بخش هولیدی را میبینیم. هولیدی اضافه میکنیم کدام تاریخ هست، اینی تاریخ تا این تاریخ. البته من روزایی که تاریخ میباشه مثلا دوزیده است از امروز تا 3 روز است، 3 روز هولیدی است. کدام است؟ عید مبارک. اینه سابمیتش کنیم. خب قسمت پیپال است. قسمت پیپال قسمی که گرفت داریم اینجا یوزرهای مختلف است. یوزرهای مختلف مثلا اینجا چند دانه یوزر داریم، چندین رقم یوزر داریم درست است. اینجا رولش هست مثلا یه ادمین است، یه استاف است، ادمین است، کاستومر است، استاف است. یک تا یوزر جدید اضافه میکنیم. قسمی که پیشتر بود تنها یوزر شرط خواه میکنیم، پاسوردش اگر پاسورد خوب نخواد خواستیم هم جنریت ها میکنه. ایمیل آدرسش، شماره تماسش، نام کمپانیش یا کدام ویرهاوس می باشه، چی کار هست، اینجا صلاحیتشان کار میکنه، چی میکنیم اکتیو میکنیم. با وجود از این که مثلا هنی قسم هست کاستومر لیست است، اد کاستومر است، بلر است، کسی که بل میکنه، سپلایر است، ما پلان سپلایر خود از دو پار میکنیم. چی میکنیم؟ اد سپلایر میکنیم. اینجا ما در چیز خود دیده باشیم، پر چیز خود اگر متوجه شده باشیم، ما دو سپلایر داشتیم، اسماعیل بود و عبدالله. ما یک سپلایر دیگه هم اضافه میکنم. یک قسمت بود بس که ما رن سپلایر، یعنی بعض مشتری هستن جنس میخرن هم جنس مفروشه برای ما، ایره باز انتخاب میکنیم. نه که اگر تنها سپلایر بود برای ما سپلایر نوشتهش میکنم حمیدالله حمیدی. عکسش هست، عکسش بود استفاده میکنیم، نبود استفاده نمیکنیم. خود من یک عکس میگیرم دیدم کارهای خود، مثلا نام کمپانیش هست، کدام کمپانی است، من عموما کمپانی از ما جنس میگیره. وارد نمبرش هست، ایمیل آدرسش نوشته میکنیم، فون نمبرش، پستال کدش، کدام کشور هست یا کدام ولا چی میکنیم؟ سابمیتش میکنیم. سابمیت که کردیم سیو میشه در لیست سپلایر های ما. لیست سپلایر های ما. در قسمت راپوردهی ما چندین نوع راپور داریم. سمری راپور است، راپورای بسلر است، پرداد ریپورت است، دیلی است، مانگلی است، همه قسم خیلی راپور جدام داریم از هر چیز. خب در قسمت ستینگش که است ما یک خوبی که سافتیار ما داره در بخش پرمیشن شه، رول پرمیشن. ما اینجا فعلا 4 دانه چیز دارم. پرمیشن دارم، ادمین است، اونر است،
استاف است و کاستمر است. یک دونه دیگه اضافه میکنیم ویرهاوس، یعنی کسی که ویرهاوس کنترل میکنه. description نواره میوتد درست است. ایره سبمیت میکنیم. ایره که سبمیت کردیم در قسمت اکشنش میریم. اکشنش چنج پرمیشن. چنج پرمیشن که زدیم اینجا بر ما تمام صلاحیت هایی که برای ای ویرهاوس ما یا که به می یوزر که کسایی که برای ویرهاوس یوزر میتیم صلاحیت هایشان می باشه. مثلا ویرهاوس گروپ است چی میکنه امی پرودکت نیمش است. در هر کار ما 4 نوع پرمیشن داریم. در پرودکت ویو است که نتانه پرودکت های ما رو ببینه، اد بتانه کرده، ادیت کرده بتانه و دلیت کرده بتانه. اگر تنها ویو باشه تنها ویشو میکنیم اضافه میکنیم. اد اگر هم اجازه بتیمش اد هم اضافه میکنیم. اگر نکنه باشه نمیکنیم. همین قسم پرچیز است، پرچیز پیمنت است، سیلز است و هم قسمت های چهارمش است. تمام کارکردهایی که در خود سافتور میشه جلستش هست که به هر یوزر محدودیت خاص خود می داشته باشه که اگر خواستیم بتیمشه. در مثال ما میرم در قسمت کاستمر میبینم چین پرمیشن میزنم. در کاستمر چی چیزا داره، صلاحیت ها داره، ای چیز صلاحیتاش اضافه نکردیم. چی میکنیم پرودکت ویو کنه، پرچیز نه ویو کنه و پرچیز کنه. درست ایره سیل میکنیم. دیگه قسمت های بعدیش که هم خیلی زیاد آپشن ها داره که انشالله باز بعد از یک ما استفاده کنیم میتونیم ببینیم که چی چیز آپشن هست. دیسکاونت پلان است، نال نویفیکیشن است، سن نویگیشن یعنی میتونیم هر یوزر خود مستقیم از همین طریق ما یک ایمیل بدیم. مثلا اینی طریقش فایل اتچمنتش چیز میکنیم، ایمیل خود نوشته میکنیم، ایمیل که نوشته کردیم چی میگیم سن میدونش مستقیم سن میشه نویگیشن سن. خب دیگه قسمت تنظیماتش هست انشالله باز در ویدیوهای بعدی توضیحات کامل میدیم.